در یک سال گذشته در تاجیکستان حدود 14,000 زن اسقاط حمل کردند که 1000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با سال 2017 کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. به گفته پزشکان اسقاط حمل در این سن و سال برای آینده دختران خطرناک است و تدبیرهای علاوگی ضرور میباشد تا اسقاط حمل کمتر شود. همکارم سرویناز روح‌الله این موضوع را پیگیری داشت و پیش از آغاز برنامه من از او پرسیدم که سبب‌های اصلی چنین رفتاری دختران در چیست؟ طبیبان و خود نابالغان علت اصلی اسقاط حمل در کشور را ناآگاهی ارتباط جنسی میگویند. خود نابالغانی که به این عمل دست زدند حاضر نشدند در نزد ویدیو صحبت کنند، ولی این موضوع در جامعه تاجیکستان خیلی تابو است و هر نفر نمیخواهد که از این حادثه قصه کند. ولی این نفران بدون ثبت صحبت ویدیویی به ما گفتند که یک اشتباه عاشقانه آنها را به این راه برده است. حالا در تاجیکستان سقط جنین یا اینکه همخوابگی یا مناسبت محرمانه پیش از ازدواج برای دختران عیب دانسته می شود و بسیاری ها تلاش می کنند که در حالت پیش آمدن این حادثه آن را پنهان کنند. این آمار رسمی مقامات تاجیک است، ولی آمارهای غیر رسمی شاید از این زیادتر است، چون پزشکان میگویند که در چنین حالت‌ها دختران از چشم والدان پنهان و از شرم اطرافیان بیشتر نه به تولدخانه و مرکزهای رپروداکتیوی بلکه از طریق دوستان خود در دیگر جای از جنین بطنشان رها می شوند. ولی پزشکان مشورت می دهند که این عملی نورسان نادرست است، زیرا این حالت می تواند آنها را برای یک عمر بی‌ضروریات گرداند و با گذشت سن و سال به بیماری های چون سرطان بچه‌دان گرفتار کند. سوال دیگری من از سرویناز این بود که طبیبان میگویند برای جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب نقش مهم دارد. پس آیا تلاش برای بالا بردن معرفت جنسی میان نابالغان روی دست گرفته شده است؟ مقامات تاجیک میگویند در حال حاضر در کشور نزدیک 20 مرکز مشورت‌دهی رپروداکتیوی برای نورسان و نابالغان فعال است. همچنین وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با وزارت تندرستی کشور درس‌های تعلیمی را هم در مکتب‌ها براه مانده است که عملی می‌شوند. ولی برخی از آموزگاران میگویند که در تاجیکستان درس‌های اویلاداری و محرمانه یا اینکه ارتباط جنسی به خواننده ها گفتن خیلی دشوار است، چون در جامعه سنتی تاجیکستان چنین عنعنه ها معمول نیست و این را یک کاری عیب میدانند. در همین حال معلمان هم میگویند که اگر بهتر می بود چنین تدبیرها اندیشیده شود و با این می شود به دختران معلمه ها و به پسران معلم ها در ساعت های تربیوی درس بگویند که یکی از راه های اصلی پیشگیری سقط جنین در کشور بوده است. تشکر سرویناز روح‌الله بود. ضمناً اسقاط جنین که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می شود. ماده 124 کودکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیر قانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند.